This is time for the welcome address, which will be delivered by Justice Bahauddin Baha. I'll briefly introduce to you Justice Bahauddin Baha. Justice Bahauddin Baha is an expert in Islamic judicial affairs. He received degrees in Islamic law with honors from the Kabul University in Afghanistan. He served as the judge of Kabul's commercial court in 1965 and subsequently held other senior positions in the country, in the Ministry of Justice, in the Prime Minister's office, and various courts of justice in Afghanistan. He held the most prestigious position of the judge of the Supreme Court in Afghanistan for 9 years. He also served as a professor of commercial rights and laws at the Institute of Political Training in Laws in Kabul. He offered seminars in Islamic conferences and visited Saudi Arabia in 1976 upon the invitation of late King Khalid to inspect the jurisdiction system of the kingdom. He participated in Islamic Laws Conference in Jeddah, Makkah, and Medina. He is the author of 4 important books pertaining to Islamic spirituality and other legal topics. Justice Bahauddin Baha. This speech will be in Persian, and Dr. Marcia Hermanson will read the translation later. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah wassalamu ala man ittaba'a al-huda. ای در جسد مدینه جسمت شده جان، دین تو گرفته قاف تا قاف جهان. در لفظ مدینه بین که از اجاز تو چون، مه شق شده و گرفته دین را به میان. با سپاس و شکران بی حد به پیشگاه پروردگار افتخار داریم که اینک برای 3مین سال متواتر میلاد مسعود حضرت سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را در همین تالار به سطح بین المللی تجلیل و برگزار می نماییم و این برکت و میمنت وجود مقدس و نام مبارک محمد صلی الله علیه و سلم است که به عشق آن محبوب ترین بنده خدا و افضل الانبیا به خاطر تجلیل از مولد خجسته اش شما علمای کرام، دانشمندان، صاحب نظران، اهل بینش در شریعت و اهل سلوک در طریقت و همه خواهران و برادران را باز هم از نام مؤسسه فرهنگی اسلامی نقشبندیه فاندیشن فار اسلامیک ایژوکیشن و از جانب همه اخلاصکیشان و شیفتگان مصطفی که در برگزاری این محفل با احساس عالی بذل مساعی و خدمتگزاری نموده اند، خوش آمدید و خیر مقدم میگوییم. نه تنها محبت بیشایبه شما به پیشوای بزرگوار اسلام نمایانگر ایمان پرنشاط شماست، بلکه در هر کجایی که همسان شما مسلمانان اخلاصمند از دور و نزدیک جمع شده با تعهد به این میثاق که باید
وحدت خود را به عشق محمد و پایداری خود را در راه محمد صلی الله علیه و سلم با قوت و نیروی ایمان تمثیل نمایند، امت وفاکیش و پیروان قرآن را به این واقعیت روبرو می سازد که مذهب اهل سنت و جماعت طلیعه آسمان شریعت و مشرب سلوک و طریقت تجلیگاه عرفان و حقیقت است. بدبختانه ما به یک حقیقت تلخ روبرو گشتیم که در عرصه 14 قرن که از طلوع خورشید اسلام سپری می شود، از مراجع زیادی آگاهانه و یا ناآگاهانه در تعبیر و توضیح حقایق دین به نحو سطحی نگری و بی‌اعتنایی صورت گرفته که بر اعتقاد و ذهنیت‌های بسا از پیروان با خلوص قرآن و دین پاک اسلام تخریش و سرگیچی وارد کرده است. در این شورایی که اعمار گردیده تا جهان بشریت را به پایگاه کمال و بر اریکه خلافت الهی برساند، آنقدر شاخه‌راهای فرعی و بنبست تولید کردند که اکنون امت مسلمه به حیرت دچار است به کدام سبت و کدام جهت روی بیاورد و کدام دستور را اولتر بشنود. بدون شک روشنترین راهی که انسان و به طور خاص یک مسلمان در مسیر زندگی و موجودیت خود بدان ضرورت دارد دین است. دین. لذا مسلمان سخت احتیاج دارد تا حقایق دین خود را بداند و درک نماید. خوشبختانه موضوعی که در این نوبت به استقبال از تجلیل میلاد حضرت سرور انبیا و سالار اتقیا صلوات الله علیه و سلامه مطرح سخنرانی دانشمندان و متفکرین عالی مقام حاضر در این مجمع قرار داده شده تا آرزومندان دین و تشنگان حقیقت را از فیض کلام و بیان خود مستفیض بگردانند، عنوان تصوف و شریعت یا شریعت و طریقت است که انشاء الله با دل پر از امید از دانش و اندیشه و تحلیل و فکرت صائب این سخنگویان صاحب نظر و صاحب دل بهره خواهیم گرفت و لذت خواهیم برد. باز هم به اغتنام فرصت اجازه می خواهم به صحبت خیلی کوتاه روی عنوان تصوف و شریعت دقایق وقت شما را اشغال نمایم و حرفی داشته باشم. مبنای صحبت من مفهوم حدیث مبارک نبوی می باشد که روایت صحیح مسلم و مشهور به حدیث جبرئیل است و نزد علمای حدیث از احادیث معتبره محسوب می گردد. عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. این حدیث حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقیقت مبین این است که دین در مجموع عبارت است از اسلام و ایمان و احسان. اکنون باید دانست که اسلام چیست. از ابو عبدالرحمن عبدالله بن عمر الخطاب رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت اسلام بر 5 پایه یا ستون بنا یافته است. ادای کلمه شهادت بر اینکه خدای جز الله واحد و یگانه وجود ندارد و محمد رسول خداست و بر پای داشتن نماز و ادای زکات و حج خانه خدا و روزه ماه مبارک رمضان. بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردند. این حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم اشعار می دارد که اسلام عبارت از تعمیل و اجرای فرایض و احکام خداوند در عمل است، زیرا به شمول اقرار و ادای کلمه شهادت به زبان هر 5 ستون مبنای اسلام عبادات عملی است که هم جنبه انقیاد و تسلیم بندگی به پیشگاه ذات اقدس الهی دارد و هم جنبه ادای خیر و منفعت به جامعه و هم نوع خود. و همین احکام و اسلام عبارت از شریعت است که وجیبه بنده را در برابر پروردگارش از روی عبادت و بندگی معین می سازد و حقوق او را در جامعه‌ای که زیست می کند روشن می گرداند، که البته ما شریعت را نخستین و مهمترین منهج زندگی فردی و اجتماعی خود در برابر خدای معبود و در برابر جامعه انسانی که او خلق کرده است می دانیم. ایمان عبارت از عشق و خلوص و محبت و تصدیق و تسلیم قلبی و باطنی به معبود یکتا و بی همتاست که وقتی بر اساس حکم شریعت مأمور گردیدیم پیشانیه عبودیت را به حضور او و آستان جلال و کبریاییش بگذاریم و بگوییم سبحان ربی الاعلی، به قلب و باطن، به روح و لطایف درونی و عشق و جذبه و محبت کاملا بر گفته خود مطمئن و متیقن و پایبند باشیم. ذاتی که او را می پرستیم و سر عبودیت بر درگاه او می گذاریم خدا و خالق و معبود و محبوب ماست. همه صفات جلاله و قدرت کبریایی
او را می سزد که واجد آن همه صفات کمال است و مقدس و منزه از هر عیب و نقص و نیاز، و این حالت سر و پوشیده و مکنون در اعماق قلب و روح بنده که جز خداوند لایزال و خود بنده دیگری نمیتواند بر آن اسرار و کیفیت و رموز درونی آگاه باشد و یا آن را به چشم مشاهده نماید، و اگر هم آن را اظهار بدارد درستی یا نادرستی اظهارش را فقط خدا میداند که عالم بر باطن و حاکم بر قلب و روح بنده خود است. و این همان حالت و کیفیت است که طبقه صوفیه و اهل سلوک و معرفت از آن به تصوف و طریقت تعبیر می نماید، که در حقیقت مفهوم ایمان جوهر شریعت و بیان کیفیت طریقت و تصوف می باشد. اگر اسلام یا عبادت که شریعت است با ایمان یا خلوص و تسلیم و عشق و محبت به معبود و در راهی که معبود فرموده انجام می گردد که همان طریقت می باشد، عرفان و معرفت و فیض و وصال به حقیقت حاصل می آید که مفهوم و افاده احسان است. پس در واقعیت امر اسلام و ایمان و احسان پیوست و توأم با یکدیگر دین کامل و بندگی کامل را تمثیل می نمایند و به این اساس هیچ عبادتی بدون ایمان قابل پذیرش الهی و توفیق دربار او شده نمی تواند، که به عبارت دیگر می توان گفت هیچ شریعت مجزا و جدا از طریقت و تصوف مصداق کمال و تمام را ندارد. و آن زمان که شریعت و طریقت با هم توأم باشند یا اسلام و ایمان اجزای لاینفک یکدیگر شناخته شوند، ادراک حضور و فنای وجود و بقا برای وجود مطلق یعنی وصول به حقیقت بارز می شود که مرحله عرفان و معرفت و احسان است و در آنجا اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین مظهر صدق بندگی و عبودیت و عبودت می گردد. لذا اگر شریعت از طریقت منفک و مجزا تصور گردد، معنی آن اسلام بدون ایمان است که خداوند در قرآن کریم می فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. صدق الله العظیم. اعراب برای این که بر تو منت گذارند گفتند ما ایمان آوردیم. به آنها بگو شما که ایمانتان از زبان به قلب داخل نشده به حقیقت هنوز ایمان نیاوردید، لیکن بگویید ما اسلام آوردیم و از خوف جان تسلیم شدیم. و اگر بعد از این با ایمان حقیقی خدا و رسول او را اطاعت کنید، او از اجر اعمال شما هیچ نخواهد کاست و از گناه گذشته می‌گذرد که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. جز این نیست که مؤمنان واقعی آن کسانند که به خدا و رسول از روی صدق ایمان آوردند و بعداً هیچگاه شک و تردید در دلهایشان راه نیافته و در راه خدا به مال و جان خود جهاد کردند. اینان به حقیقت راستگو هستند. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم
بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. آنها به تو بر مسلمان شدن خود منت میگذارند. بگو شما به اسلام خود بر من منت منهید، بلکه اگر راست میگویید و ایمان حقیقی دارید خدا بر شما منت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت فرموده است. به این توضیح اگر اسلام بدون ایمان باشد جز ریا و تظاهر چیزی نیست، و اگر شریعت بدون طریقت باشد آن راه وصول به حقیقت نیست و عمل بنده بیهوده و بلا هدف می گردد. خداوند رب العباد در قرآن کریم می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. و امر نشدن مگر بر اینکه خدا را به اخلاص کامل و بیشایبه شرک و ریا در دین اسلام پرستش کنند و از غیر دین حق روی بگردانند و نماز را بر پای دارند و زکات را به فقیران بدهند. این است دین درست و راه سعادت. همچنان خداوند در سوره عنکبوت آیه 45 می فرماید اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. ای رسول ما، آنچه را که از کتاب آسمانی قرآن بر تو وحی شده بر خلق تلاوت کن و نماز را که بزرگ عبادت خداست به جای آر که همانا نماز اهل نماز را از هر کار زشت و ناپسند باز می دارد و روح را از هر آلایش و کدورت پاک می گرداند و همانا ذکر خدا بزرگتر و برتر از حد اندیشه خلق است و خداوند به هر چی می کنید آگاه است. چطور نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد؟ چطور نمازی که با خلوص و صفا و یقین باطنی و روحی و به هدف تقرب و تسلیم به معبود ادا گردد و از روی معرفت تام و شناخت معبود به تمامی صفات کمال و جلال و جبروت آن باشد، به نحوی که به آن حالت قرار گیرد که گویا خدا را می بیند و اگر او خدا را دیده نتواند متیقن باشد که خداوند او را می بیند. وقتی که بنده به این حالت برسد مثل آن است که شخص به خانه کسی داخل شود و با ایقان بداند که صاحب خانه بر آمدن او آگاه است و او را می بیند و مراقب اوست، پس یقین است که در همچو حالت هیچ گونه عملی که مخالف رضای خالق باشد و به صورت مثال مخالف حق و حرمت و شأن صاحب خانه باشد از او بروز نمی کند. و هیچ تردید نیست که نماز در همچو حالت 100% مانع و ناهی از فحشا و منکر است و چون در چنین حالتی به حقیقت و واقعیت عرفان و معرفت دست می‌یابد و به فیض وصال محبوب میرسد که او همیشه با خدا و خدا همواره با اوست، ثابت است که چه در نماز و چه در غیر نماز در تمام حرکات و سکنات خود از خدا غافل نبوده و مبادرت به عمل نمی کند که مخالف رضای معبود او باشد. و البته نماز خاصترین حالت تقرب به خداوند است که می فرماید واسجد واقترب و در حقیقت همه اطوار و گفتار و کردار و عبادت است، چنان که سیرت پاک حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه و شاهد این مدعا است. و در صورتی که نماز خالی از این حالت باشد روی هدف نیست و خلوص باطن ندارد که خداوند می فرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس وای بر آن نمازگزاران که دل از یاد خدا غافل دارند و اگر طاعتی می کنند از روی ریا و خودنمایی و تظاهر است.
به اساس آیات بینات قرآن عظیم میبینیم که شریعتی که مرضای خدا و مقبول پیشگاه احدیت اوست باید با طریقت و تصوف، یعنی با اخلاص و محبت و عشق باشد. و طریقت و تصوف متمم و مکمل و جوهر شریعت است. و اما اسلام احکام و شریعت و فرائض است که خداوند بالای بنده امر فرموده است. هیچ عمل نزد خداوند به اندازه تعمیل احکام و اوامر و فرایض او تعالی مقبول و با ارزش نیست. و خداوند که کبریا و ذوالجلال است، نخست از هر چیز از بندهش منتهای انقیاد و تسلیم در اجرای اوامر و احکامش را می‌خواهد. بنان هیچ عملی به حضور پروردگار مرجح‌تر و برتر و بالاتر از تعمیل فرایض و پایبندی در شریعت نمی باشد. و اگر مدعیان طریقت و تصوف به اندازه سر موی از شریعت کوتاهی نمایند، مدعیاتشان باطل و عملشان بیهوده و عبث و منکر است. و کسی که به دین خدا مسلمان و به شریعت خدا منقاد نباشد، هرچند که ادعای خلوص کند باز هم ایمان نداره. به ظاهر راست شو این از شریعت، به ظاهر راست شو این از شریعت، به باطن راست شو این از طریقت. چو ظاهر را به باطن راست کردی، به خالق میرسی این از حقیقت. اللهم صل علی محمد بعدد الرمل والحصى و بعدد نعمتك التي لا تعد ولا تحصى. Thank you.